سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که دارای صحت کامل بوده باشین. در این ویدیو قصد داریم مشتق تابع x به توان y مساوی y به توان x نظر به x پیدا کنیم، یعنی y بر x پیدا کنیم که چی میشه. به خاطر حل مسئله از لوگاریتم طبیعی استفاده میکنیم. از دو طرف رابطه لوگاریتم طبیعی میگیریم. ln x به توان y مساوی به ln y به توان x. قانون لوگاریتم از توانها ضریب جور میشه. y ضرب ln x مساوی به x ضرب ln y. از دو طرف رابطه نظر به مشتق حاصل ضرب مشتق میگیریم. نظر به مشتق حاصل ضرب مشتق میگیریم چرا که تابع y ضرب ln x است. این طرف هم x ضرب تابع ln y است. مشتق y نظر به x میشه y ضرب ln x جمع مشتق ln x یک بر x میشه، یک بر x ضرب تابع اولی که y است مساوی. در اینجا هم مشتق x یک میشه ضرب تابع ln y مثبت مشتق ln y میشه y ضرب بر y ضرب بر y ضرب تابع اولی که x است. y ضربها طرف چپ مساوات. طرف چپ مساوات y ضرب ln x خودش. این طرف هم میریم طرف چپ مساوات انتقال میدم که علامهش تغییر میکنه مساوی به طرف راست مساوات یک ضرب ln y شود خود ln y منفی اینم طرف چپ مساوات میبریم که میشه y بر x. چرا علامهش هم تغییر دادیم y بر x y بر x. y زبر را در طرف چپ مساوات مشترک میگیریم. y زبر ضرب ln x منفی x بر y منفی x بر y مساوی میشه طرف راست مساوات هم خودش. در اینجا هم y زبر خودش ضرب داخل قوس ما کسر ساده میکنیم که میشه y. اگر ما ساده بسازیم مخرج مشترکشان y میشه صورت y ضرب ln x منفی x مساوی با طرف راست مساوات هم ساده میسازیم کسر است. x مخرج مشترک میدیم که x ضرب ln y منفی y. این هم مساوی میشه. دو طرف مساوات تقسیم از این میکنیم که y ضرب ln x منفی x بر y. خیلی دو طرف تقسیم از این رابطه میکنیم. طرف راست هم تقسیم از این رابطه میکنیم. تقسیمی از این رابطه کردیم. خب تقسیم از رابطه کردیم. طرف چپ مساوات تنها y زبر باقی ماند. y زبر مساوی به یک کسر الکسر سادهش میکنیم. ساده سازی کسر الکسر که یاد داریم میشه دور با دور ضرب بشه، یعنی x ضرب ln y منفی y ضرب y میشه. y ضرب x ضرب ln y منفی y. مخرج هم یعنی x ضرب نزدیکش که این قرار داره ضرب از این میشه. x ضرب از این در نتیجه
در نتیجه دی وای بر دی اکس که همون وای زبر میشه. دی وای بر دی اکس یعنی دی وای بر دی اکس دی وای بر دی اکس مساوی به وای ضرب اکس ضرب ال ان وای منفی وای بر اکس ضرب وای ضرب ال ان اکس منفی اکس. از توجهتان سپاسگزار هستم.